سلام دوستان عزیز، اینم از تو دریای تیوولیه که مشاهده میکنید. بازشون کردیم. اینم تو دریاشه که این نقره‌ایاش میخواد رنگ بشه و به این صورت قاب فرمون رو داریم، سردنده رو داریم که به این صورت رنگاشون رفته و چرمش هم خراب شده. اینا رو به صورت فابریکی درستشون میکنیم. اتمام کارم براتون میذارم. البته رنگ فرمونش هم هستش. دوستان عزیز، اینم از صندلیه و که این یه تیکه به صورت کامل عوض میشه. مشخصه دیگه، اینجا کلا شکافتم و به صورت فابریکی عوضش میکنم. اتمام کارم براتون میذارم. اینم که کفی صندلیشه، گرم کناشه. دوستان عزیز، اینم از اتمام کار تیوولی که این نقره‌ایاشون رنگ شد و در ضمن حضورتون فرمونش رنگ شد و قاب فرمون رنگ شد. چرم این سر تا سر عوض شد صندلیمون و اونورم شاگردم رنگ شد با سردنده که مشاهده میکنید. همه چیزشون به صورت فابریکی انجام شد که مبارک صاحب ماشینمون باشه.